Hello everyone and welcome to Language World. سلام دوستان گرامی، همه شما رو به دنیای زبان‌ها خوش آمدید میگیم. درسی هشتم است، افیر درسی هشتم است از سلسله افیرهای New Grammar Time 2 از کتابی New Grammar Time 2 یعنی کتاب دوم. خب یعنی از این کتاب هر روز ما درس های ترکی و انگلیسی داریم. ترکی ساعت 8 آغاز می یابد، 8 به وقت مسکو، و انگلیسی به وقت مسکو ساعت 9. پرامو افیر یا که افیر میتوانند دوستان استفاده کنین و زبان های خارجی را آموزین. یعنی این زمان زبان انگلیسی و ترکی است و در آینده زبان روسی رو نیز در نظر داریم و بعد از اون دیگر زبان هایی که در اکران میبینین این زبان ها رو نیز در نظر داریم. دسترخوان زیبا سلام به همه، یکم لایک و علیکم سلام، ویلکم، خوش آمدین. بلکسی سلام، یکم لایک، تشکر زیاد و علیکم سلام، ویلکم. Dilshot Teje, hello, my teacher, how are you? First like from me. Hello, thank you. I'm okay, and you? Welcome to our channel, دنیای زبان ها. Dilshot Teje خوش آمدین اپای زیبا. خب and thank you دسترخوان زیبا for sharing our stream. Thank you so much. تشکر زیاد برای نشر کردنی یا اینکه پتلیسه کردن در سابشستتون افیری نوبتی امروزه ما را منندار هستیم و امروز کمی بروقتر شروع کردیم. Thank you, I am okay. خوش باشید، دلشاد، خوش آمدین. خب التماس به حرف کلان ننویسید. خب بهترین. خب دلشاد how are you؟ لکسی گفتستن. خب کی باشد؟ دلشاد تجه میگن thank you Lexi, I'm okay and you? Teacher, how are you? I'm okay and you? How about you? خب دیگر کم کم اگر با زبان انگلیسی هم سر کنیم میشود. یعنی کم کم دوستانی که زبان انگلیسی را خوبتر میدونن میتونن صحبت کنیم و پرکتیک میشود برای اونها و برای ما. تیچر خوب کازان تجه سلام علیکم به همه دوستان و علیکم سلام، خوش آمدین اپای کازان تجه. یک بار دیگر سلام علیکم و علیکم سلام. تشکر زیاد برای دستگیریاتان. بلکسی I am okay و علیکم سلام، خوش آمدید اپا جان. خب خیلی گفتیم کم بیش دیگر آغاز کنیم گپ زدن رو و هر درس کم بیش آغاز کردن میگیریم. Blexi, how old are you? Blexi, how old are you? How old are you? Dilshot Teje, how old are you? Dilshot Teje, what's your name?
Naimjon TV like salom sozi va alaykum salom, xush omadin birodar Naimjon. Hasan Sayaliyev, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustodi aziz, baroyi xondan kadom kitob behtar ay anglisi ustoz tojiki ya'ni islomiy. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustodi aziz, برای خواندن کدام کتاب بهتر ای انگلیسی، یعنی با زبان انگلیسی باشد، یعنی برای انگلیسی را آموختن. برای انگلیسی را آموختن مثلا حاضر یک لحظه جواب میدیم. بلکسی کازنتجی علیکم سلام، خوش اومدین استاد. من کم کم آمده خبر گرفته میرم. مایلش خوش اومدین پای کازنتجی. نصر خوزی با hello بلکسی I am 13 دلشاد تجی I am 16 years old. Basir Navadiak Hashtum Lake. Teşekkür ederim Pay Basir. Black Sea I am 13 years old. Dünya World Hashtum Lake. Salam alaikum. Kasa sözün khubin. Şükri Xudo khubin. Tenjim. Salam ba dostum. Wa alaikum salam. Ki bu da yak nafar 2 interchange 3 و اگر بگیم که فقط گراماتیک و گفتگو مثلا هست، یعنی نیو گرامر تایم 1 نیو گرامر تایم 2 نیو گرامر تایم 3 تا 50 هست. و اگر نوآموز باشید مثلا زبان رو آموختن خواهید، میتونید از انگلیسی برای بچگان یک کتاب خردک هست و دیگر کتاب‌های خیلی خیلی زیاد است. وقتی که خواستم با کنیج نمی روین اگر یا که با مثلا صدبرگ میگه پازم خب وجود خیلی زیاد هستن. خب کجا شده این کامنتاری بالا میرم. دنیا ورد خیلی خوندیم. سلام خوندیم. دلشاد تجه خوش اومدین اپای گلسره. خب کازن تجه بسیر نودیک سوزی دستر خود زیبا I am 25 years old. دلشاد تجه خوش اومدین. اکای محمد شکری خدا ساز. شما چی خوش باشه دادر دلشاد. دنیا ورد شکری خدا سازیم. شما چی خیل دستر خود زیبا و علیکم سلام. خوش اومدین اپای بسیر. بسیر نودیک سازین اپای کازن من سازم. حسن سیالیف نه استاد کتابی اسلامی. اگر کتاب‌های اسلامی را معلومات ندارم راستی. درس‌های ما درس‌های انگلیسی است، یعنی زبان‌ها است، وابسته به زبان است. یعنی آیدی زبان‌ها یگان سوال باشد، یعنی وابسته به زبان جواب میدیم. یعنی معلوماتی ساحه زبان است. دلشاد تجی خوش آمدین که حسن بسیر نودیک چوکدین نفر دیگه. سلامت باشین اپای گلسره. دلشاد تجی گفتستن. خب کازن تجی دلشاد دادر جان چند بار سوال کردین من جواب داده نتوانستم. من انگلیسی را نمیدونم بخشیش. خب بخیر است انشالله. درس گذشته درباره پازیتیو اس بود اگر خطا نکنیم. درباره پازیتیو اس گرفتیم. سمیه خان صبرینه خان سلام و علیکم سلام اپای سمیه خان خوش آمدین. کازن تجی بسیر هیچی گشتیم اپای سمیه خان همه کسی سازین نغزین. شکری خدا خوبیم. تنجیم شما سازین تنجین. خب در درس گذشته درباره همین پازیتیو اس بود، یعنی اس ملکیت، اس صاحبیت گرفتیم و طبق وعده که داده بودیم از اینجا آغاز میکنیم، از کلمه سوالی حوز. بسیر نودیک کاری خودتان سازی اپای کازن زنده باشین. دلشاد تجی انشالله یاد میگیرین. چیز زیره ندانین پرسین، اگر دانم جواب میتونم. بله کازن تجی چهارم لایک از دادر جان. چهارم لایک از دادر جان. سلامت باشین اپای کازن تجی. اپای بسیر از من خفاید جواب نمیتونید. کازن تجی رحمت دادر جان. سلامت سربلند صحتمند باشین اپای کازن تجی. سمیه خان صبرینه خان امروز زادروزی من 1 تا 5 میگرفته باشم خدا خواهد. ماشاءالله بهترین زادروزتون مبارک باشه. Happy birthday to you. زادروز مبارک.
С днем рождения. خداوند تنی صحت و عمر دراز و سلامتی بر دوام نصیب روزیتون بگردانه. فقط اپا جان همو اسمایلیکا را نمونه که دینه هم یگان مینوت من ندادن. اپای بسیر نودیک نه سلام نه سلام جانم سازین ای صاحب شیرنیو رو نمیبینن چکوری کده تل یکی کانال دلشو تجه سلامت باشین. التماس دلشو تجه سلامت باشین. اپای کزن دسترخوان سمالیک نمونه التماس زردر رحمت دوستان سلامت باشین. سازی دوستم زیبا جان فرزنده خوبان کزن تجه سمیه خان زاد روز مبارک سلامت باشین. دلشد بلکسی امروز زنگ زدنی بودم ما نشد خدا را شکر. حسن سیلیف بخشیش استاد ناراحت کرده باشم و خیر است انشالله باقی ندارد. بلکسی سمیه خان زاد روز تو مبارک. بسیر نادیک خداوند ساز باشین وقت دنیا ورد. Happy birthday to you سمیه خان. دلشد تجه اپای سمیه خان زاد روزتون مبارک. Happy birthday to you. Happy birthday to you. С днем рождения, دوم gününüz kutlu olsun. عید میلاد سعید. اینا با چند زبان پالیگلوتای ما تبریک هستند. تبریکات قبول کنین اپای سمیه خان. تشکر با همتون. فهم اپا جان بسید. هزار رحمت به همتون. زاد روز مبارک. تمام خوشی های زندگی رو تمنا داریم. اپای خوب سمیه خان زاد روز مبارک اپا جان. خب بار دیگر زاد روزتون مبارک باشه اپای سمیه خان یا که مادر سمیه خان میگم درست‌تر به فکر میشه. مادری سمیه خان. دلشو تجه با 5 زبان ای 5 کشور تبریک اپای سمیه خان. بله دوستان این حرفای ترکی به انگلیسی ماننده. بله حرفای ترکی به انگلیسی ماننده. اصلا تقریبا چند سال پیش انیق نمیدونم تقریبا یعنی 90 یا 100 سال پیش حرفای ترکی حرفهای فارسی بودن. چلی که حرفهای خودمون هم حرفهای فارسی بودن بعدا ای خودمون روسی شدن از اینها انگلیسی شدن یعنی حرفهای لاتینی شدن. چلی که از ازبکستان نیز شد مثلا. بنابراین در زبان ترکی همون حرفایی که در انگلیسی هستن همونها هستن فقط در زبان ترکی W نیست. خب در زبان انگلیسی C است در زبان ترکی اون را J میخونیم. در زبان انگلیسی ش نیست در ترکی هست ش. در زبان انگلیسی او نیست در ترکی هست. خب با چی هست یک 4-5 حرف فرق میکنه تمام. دیگر همونها هستن. سمیه خان تشکر به همتون. دلشد آلیس گود زم گبرستک اکما آلبانی را نمیدونم. بسیر نودیک ای شادی هایتان تا ابد باشد. آمین. ولی من خیال کردم که زبان ترکی اول حرفای عربی داشت. بله هم خیلی عربی نبود مانند به فارسی یعنی قریب به فارسی مانند یعنی قریب نیست یعنی کلان یک بعضی چیزا را داره حرفایی که میگیم در فارسی نیست اما مانند است به فارسی با حرفای ترکی قدیم به حاضره فارسی مانند است. رحمت استاد. آمین بسیر. السلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین نازنین بانو. دلشد تجه خوش آمدین اپای نازنین. سلام تون جواب دادیم و علیکم سلام نازنین بانو. خب حرف فارسی به زیر زبر. بله حرف فارسی به زیر زبر. حرف عربی به زیر زبر لیکن در تمام مجله هاشون کتاب هاشون حتی چیزای اخباریشون هم یعنی زیر زبر نمیمونن.
و زیر زبر مثلا در قرآن است، در قرآن کریم و برای نوآموزان نویادگیران در کتاب‌های پایانی هست. در کتاب‌هایی که یعنی غیر از عرب ها عربی رو یاد میگیرن، در اونها زیر زبر میمونن، اما در بین خودشون زیر زبر ندارن. حرف‌های ترکی اول عربی بودن، بعد اتاتورک آمد انگلیسیش کرد. بله. و علیکم سلام، خوش آمدید نازنین، سلامت باشین. خب دیگر از دوستان اجازه باشه درس شروع کنیم. امروز در موضوع کلمه سوالی حوز صحبت خواهیم کرد. حوز چه خیلی گفتیم؟ از آن کیست یا از کیست، مال کیست، به همین معناها. خب در رسم یکم نگاه کنیم. یعنی یک صدایی هست، شاید که پیشپا خورده ایستاده است، پیشپا خورد الکی، یعنی یعنی داد زده ایستاده است. و در رسم دوم نگاه کنیم. Whose bag is this? Whose bag is this? یعنی این سمکه کی است؟ این سمکه کی است؟ و در اینجا باشد این یا زوی هست یا دیگر کس هست، میگه It isn't my bag. It isn't my bag. یعنی وای سمکه من نیست. یعنی در اصل it is not my bag است، اما در اینجا شکل فشرده است. و رسم سیوم در اینجا میگه Is it your bag? Is it your bag؟ یعنی این سمکه شما هست، یعنی داد زده ایستاده است. Is it your bag؟ داد زده ایستاده و علاقه در اینجا این دختر ترسید، میگه No, it isn't. It's Claire's. It's Claire's. یعنی نه، وای از آن من نیست، یعنی نه نیست، وای از آن کلیر است. و در اینجا زوی باشد با غرور با جسارت میگه It isn't her bag. It isn't her bag. یعنی وای سمکه وای نیست. و در اینجا توتی میگه که It's Adam's bag. It's Adam's bag. میگه وای از آدم هست، یعنی نام انسان. و here's your bag آدم. در اینجا باشد یعنی در رسمات دیگر نگاه کنیم کمی یعنی داد زده ایستاده است. وقتی که جمعیت الکی این آدم رو میبیند یعنی بزباله میگه Here's your bag آدم، یعنی الکی با ترس گفته ایستاده است، یعنی این سمکه تو است. و آدم در جواب میگه Thanks. خب و طرز سوال کردن Whose bag is this? Whose bag is this؟ یعنی این سمکه کی است؟ Whose bag is this؟ این سمکه کی است؟ برای یک چیز یک به شکل تنها وقتی سوال میکنیم Whose bag is this سوال میکنیم. اما برای شکل جمع Whose shoes are those؟ Whose shoes are those؟ Whose shoes are those؟ یعنی وی ها پایافزال های کی ها هستند. جواب اگر شکل تنها باشد It's Adam's bag، یعنی وای سمکه آدم هست. They are my shoes، یعنی وای ها پایافزال های من هستند. خب تمرین کار میکنیم. اگر یک صفحه باشد با هم کار میکنیم. بله یک صفحه است، با هم کار میکنیم. نگاه کنیم در اینجا میگه is are it's there. choose and write، یعنی انتخاب کن و نویس. در همین جای خالگی یا is میاد یا are میاد یا it's میاد یا there میاد. خب با هم کار میکنیم. رقم یک کار کرده شده است، باقی مانده رو رقم رو نویسید، جمله را سوال رو با پرگی نویسید و جواب رو در دوام سوال نویسید. خب Whose bag is this؟ این سمکه کی است؟ It's Adam's، یعنی از آدم است، از آدم است نام انسان. Whose sunglasses these؟ عینک های کی هستند؟ Whose ball these؟ یعنی جایهای خالی را نمیخوانم. Whose ball these؟ یعنی توپی کی است؟ Whose poster those؟ یعنی پلاکت های کی ها هستند. Whose bikes these؟ دوچرخه های کی هستند یا ولاسیپد های کی هستند. Whose car that؟ ماشین کی است. و در این جای خالگی یا there میاد یا it's میاد. در این جای خالگی یا is میاد یا are میاد.
ва инҳо ҳама номи инсон ҳастанд. Масалан Адам, Дэв, Петр, Клэр. The boys яъне бачаҳо, писарҳо, писарбачаҳо. My dads яъне падари ман. My dads падари ман. хоб студентка кани симайлик нест ку ай се то зиёдаш зарар дора, як то дуто зарар. хуб дига намехонам болора. касо ки наомадян Сара Саидова хушбошӣ. хоб салом додам. Ва алейкум салом. Сара Саидова, ва алейкум салом, хуш омаден. Сумайяхон Сабринахон, whose sunglasses are these? It's Dev's. Бале, дуруст ай. Апай Сумайяхон, ташаккури зиёд. Black Sea, whose sunglasses are these? Isn't Dev's. На, isn't намеояд ки Black Sea чӣ хеле ки модари Сумайяхон ҷавоб додан, ҳамин хеле ҷавоб метем. Яъне ҳамун ҷавоб дуруст ай. Дилшод Эҷи, whose sunglasses are these? Isn't Dev's. На, нодуруст ай. Isn't дар инҷо нест. Айша Гуломов, салом алейкум устод, созен хубен? Ва алейкум салом, хуш омаден Айша Гуломов. хоб рақами 2ро модари Сумайяхон дуруст ҷавоб додан. Рақами 3. навбат ба рақами 3. Black Sea, whose sunglasses are these? It's Dev's. Бале, дуруст. яъне ин айнакҳо аз оне ки ҳастанд? Аз они Dev's ҳастанд. Аз они Dev's. Нодуруст. хуб, як каме саросима шидем. Sunglasses шакли ҷамъ аст. It's нотуғри аст. Дар ҷавоб it's нотуғри аст. Апай Сумайяхон it's нотуғри аст дар ҷавоб. Дар ҷавоб яъне it's Dev's нотуғри аст. Нодуруст аст. ҷавоботон айсарака бинависем, хуб мешавад. хоб, Black Sea, whose sunglasses are these? It's Dev's. Whose sunglasses are these? дуруст аст. То ҳаминҷо дуруст аст. Are these. шумо дар инҷа зер навистен. Black Sea. Are these? It's нотуғри аст. It's нодуруст аст. рақами 3, 4, 5, 6. Ёсамин нестанд чи? Ёсамин ҳаминҷа ҳасте? Ёсамин хун. Black Sea. Dunya World. Time is Gold. Dilshod Teje. خب بسر خونزی بگو who owns these glasses? Who owns these glasses? کجا خونده سند بسر خونزی بو خیلی سوال با فیلم نبوده ایجا. یک بار دیگه دقت کنیم با سوال ها. دلشاد تجه whose sunglasses are these? It's Dev's. نادرست است. دلشاد تجه نادرست است. سمیاخان whose ball is this? It's Peter's. خب اینش درست است، لیکن رقم نموندیم. رقم شد مونیم. Black Sea, whose sunglasses are there? Are these? چطوری که دامجا نویسگی است. Are these. جواب Dev's. It's Dev's. نادرست است. تاجیکیشی هم گوین استاد. تاجیکیشی گفتیم که یک بار. Black Sea, whose ball is this? Are Peter's. اوز رقمی دو را جوابی کامل ناموده است. رقمی 3 نگذارین دوستان. سیومش استاد. بله خب رقمی دو را جوابی نادرست بود. رقمی دو را اول جواب تیم. دنیا ورد whose sunglasses are these? There's Dev's. نادرست است. سوال درست است، جوابش نادرست است. اپای سمیه خان سوالی که نمیشه بدین درست بود، فقط جوابش نادرست است. Black Sea, whose sunglasses are these? Are there نوشتیم. Black Sea نادرست است. دلشاد تجه whose sunglasses are these? Are Dev's. نادرست است. There's Dev's. نادرست است. دنیا ورلد. دلشاد تجه نادرست. Black Sea نادرست. خب یک کمی دقت کنین.
خب دلشد تجه whose sunglasses are these isn't devs نادرسته دنیا world these devs نادرسته they are devs they are devs یک کف کوبی ما کف کوبی زدن نه که شما سمایلینگ نمونه قبوله خب بله درسته مادر سمیه خان تپا توری جواب دادن they are devs به خاطر که sunglasses جمع است یعنی شکل جمع است در زبان انگلیسی شکل جمع رو با their جواب میدیم their با its جواب نمیدیم بله دلشد تجه whose sunglasses are these devs نادرسته بلکسی whose sunglasses are these they are devs بله بلکسی جواب درست میگذاریم به رقم 3 رقم 3 اگر کسی نوشته باشه رقم 3 را پیش کنیم خوب یک بار دیگه نویسین تکرار می شود تکرار مادر دانش میگن رقم 3 دلشد تجه whose sunglasses are these they are devs بله درست انا درست شد دلشد تجه بلکسی درست شد خب تاجیکشا بیام گفته بودیم که در سرخوزی بیم رقم 3 خب whose ball this خب بین نمیخونیم whose ball this یعنی این توپ از آن کی است تاجیکش این توپ از آن کی است و جوابش یعنی از آن پیتر است مادر سمیه خان whose ball is this it's Peter's بله درست مادر سمیه خان درست جواب دادن دلشد تجه whose ball is this it's Peter's بله درست جواب دادن دلشد تجه خب یکم کسی دیگه اگر داشته باشه جواب نویسین نه جواب درسته میگذاریم به رقم 4 استاد مرا مردکم یاردم میکرد حاضر نیست من هیچی را نمیدانم خب بخیر است اپای کزن تجه همین حرفا رو هم حقلا بشناسین یک نه که الکی فهمیدین که یعنی حرفای زبان ترکی با زبان انگلیسی خیلی نزدیک بود یعنی همین خودش یک معلومات است و آهسته آهسته انشالله که معلومات خود جمع شدن میگیرم بلکسی whose ball is this it's Peter's بله درست است رقم 4 رقم 4 کم کم کوشش دارم انشالله آهسته آهسته میشود دفعه جان اوهو کیها را میبینیم علی خیرت آمدن برادر علی خیرت چند سال بود نبودن و اکنون پیدا شدن خوش آمدن may God's peace mercy and blessing be upon you is this a live broadcast please leave قریب که سوالتان فهمیدیم که پراموی افیر در نظر دارین بله پراموی افیر است همینجا هستیم زندگی زیباست سلام استاد و دوستان و علیکم سلام این برادر ما زندگی زیباست اینها هم چند ماه و سال بودن نبودن پیدا شدن خوش آمدن دلشاد تجه 4 whose pastors those دلشاد تجه نادرست است بلکسی whose pastors they are those نادرست است کزن تجه زندگی زیبا خوش آمدین افای سمیه خان whose pastors are those it's clears مادر سمیه خان سوالتان درسته فقط جوابش نادرسته عایشه گلاموف اپای کزن شما را ساز که مردکتان یاردم میکنه مرا هیچ کس یاردم نمیکنه همین علم دارم که همین زبان انگلیسی به نهایت آسانه به نهایت استاد اینها دوستانی همکورسیتان کی دوستانی همکورسی کی در نظر داره نفهمیدم استاد خاویره دلشاد تجه whose pastors they are those نادرست دلشاد تجه زندگی زیباست ایده استاد بخشیر فهمیدم بله
رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. بهترین ایدو را خوب گذرانده انشالله. زندگی زیباست. Black Sea, whose pastures are those? They are clairs. Black Sea جوابی درست دادن. بهترین. Black Sea بهترین. کازان تجه گفتین چند سال است نبودن. یعنی که چند افیر نبودن من چند سال گفتستم. دلشاد تجه whose pastures are those? They are clairs. They are clairs. بله درست. دلشاد تجه درست. کازان تجه بخشش استاد. برای چی بخشش؟ یکون چی نیست انشالله بخیر است. علی خیره. A question for all. Which questions? Which question? علی خیرات. خب رقم 4 جواب رو یافتم. میگذاریم به رقم 5. به رقم 5 Whose bikes these؟ یعنی این دوچرخه ها از اون کی ها هستند؟ معنای تاجیکیش دسترخوانی زیبا. Whose از اون کی، bikes دوچرخه ها، these اینها. یعنی این دوچرخه ها، اینها دوچرخه ها میگن تاجیکی. یعنی این دوچرخه ها از اون کی هستند؟ خب کازان تجه خیالم که راست است که چند سال است نبودن. نه شوخی کردید. رقم 5 یکم کس جواب داره. خب ماندار اسماعیل خان whose bikes whose bikes are these? It's the boys. اپای اسماعیل خان شما دایم سوال درست می‌نویسین جوابش کمتر اشکال داره. جوابش رو توری کنید تمام. خب زندگی زیباست. من در روزا خواب نمی‌شیدم که یکی در خواب نمونم. گشنگی سخته. فهمو نیوورد استاد در اینجا هم ارتیکل دی اومده است پیش از بویز. کجا داره هزیه؟ بله یعنی the boys یعنی بچه های معین، یعنی اشخاص معین رو در نظر داره و they هم پیش از شکل جمع میاد و هم پیش از شکل تنها میاد. مفرد یعنی تنها. Black Sea whose bikes there no درسته. Black Sea عایشه استاد دستکار تازه دورنچی. نه در دستم سپیر شپیدم آموختش دندمی کرانتین گاه در دستم سپیر میشپم. Black Sea whose bikes there these no درسته. Black Sea سمیه خان زمین خان جوابش it's the boys. یک لحظه می‌برید خانم whose bikes these یعنی این دو شاخه از اون یکی هستن. خب نیا کنین اپای سمیه خان با سوال دقت دهین. در سوال شکل جمع استفاده شده است یعنی دوچرخه ها از اون کی ها هستند. پس وقتی در جواب با زبان تاجیکی هم باشد چخیل میگیم؟ یعنی میگیم این از اون و یا هستن یا که اینها، یعنی کدامش درست میاد؟ انشالله منظورمون رو فهمیدین. Whose bikes are these? It's the boys. Black Sea سوالتون درسته فقط جواب نادرسته. دلشاد تجه whose bikes are these? They are the boys. دلشاد تجه جواب درست دادن و دنیا والدیز جواب درست دادن. They are the boys. They are the boys. و اپای سمیه خانم جواب درست دادن. They are the boys. فقط همون اپوستروفی که بعد از بای آمده است همون را بعد از اسم مونن، یعنی boys. در boys یعنی شکل جمع است.
اگر این خیلی که شما موندین یعنی boys یعنی از بچه هست. در اونجا جمع رو در نظر یعنی از بچه ها هست. مثلا are they are they are. بله علی خیرت جوابتان درست. بهترین. Blacksy whose bikes are these they are the boys. بله درست. Blacksy درست. بهترین. خب میگذاریم به فای سمیه خون آی بی نفهمیدم راستی آی بی چی رو در نظر دارین. آی بی یا اون که زگون چی آی بی نوشتی. اپای بسی ناده من چون همیشه گی خب چرا خب هستین اپای بسی ناده شما هم کم کم کمک ممکنین. آی بی کلاویاتورا. بله آی بی گوه میشه در کلاویاتورا نوشته نمیخویم. بله. خب رقم 5 جواب شد. یافت. میگذاریم به رقم 6. رقم 6 whose car that یعنی وای ماشینی کی است. در سرخوان زیبا با زبان تاجیکی وای ماشینی کی است. در جواب ماشینی پدر من است. ماشینی ددای من. منم رنگ اپای بسیر خب امروز چی با خپین شما دو نفر و فیلم هر دوتان مصلحت کردگین. بسیر 91 اس ام نشان نمیتین. SMS رو نشان نمیتین. تیچه من هیچ چی را ندیده جواب داده نمیتونم. فهمو بخیره انشالله. رقم 6 whose car it's that نادرست است. دلشو تجه نادرست است. Blacksy whose car it's that نادرست است. دلشو تجه نادرست. علی خیرات is that is یکم تان درست است. علی خیرات مثلا whose car is that درست. اما جواب رو باید که از ها 4 کلمه که در بالا است از همون ها انتخاب کنیم. نگاه کنیم که شکل جمع میگیرد یا مفرد میگیرد. از همون ها باید انتخاب کنیم. دلشوت جه whose car is that are my dad's نادرست است. جواب سوال نادرست است. Blacksy whose car is that are my dad's نادرست است. دوستان گرامی و همین در اول سوال جوابی همین گفتگو گفتیم که یعنی از همین 4 کلمه میاد. از همین 4 کلمه نگاه کنیم is are it's there. دنیا ورد whose car is that it's my dad's. بله درست است. it's my dad's یعنی وای از پدری من است. دلشو تجه it's my dad's. بله درست. دنیا ورد درست. علی خیرات it's درست. Blacksy whose car is that it's my dad's درست. خب کی باشد اینجا هم جواب داده ما پر کردیم. میگذاریم به وقتتون هست یک تمرین دیگه مونده کار کنیم. اگر در روزی بچیده باشه افیر خبر کنین خاموش میکنیم. فایسم یخون whose car is that are my dad's. it's my dad's میاد. فایسم یخون it's my dad's. علی خیرات that is my that's also correct. بله این خیلی درست است. اما همچون از روی تمرین کتاب اگر نگاه کنیم به خاطر چی is are it's there آورد در اینجا یعنی هم موضوع پیشینه رو میخواد که در اینجا تطبیق شود. مثلا نگاه کنیم در موضوع پیشینه یعنی it's there یعنی is are it's there یعنی یک سخنی یک استاد با یادم اومد وقتی انگلیسی میخوندیم. Okay sorry teacher. Okay no problem. وقتی انگلیسی میخوندیم بعد یک کس سوال که در جای مثلا
how are you, how is it going مثلا بگویید چی فرق داره یا که ایش چی فرق داره اوش چی فرق داره این خیلی میشه اکو بعد استاد مسعود میگن بسیار شوخ بود یعنی بعدا گفتن که اگر how are you going how are you هم بگیم درسته how are you هم بگیم درسته how are you هم بگیم درسته how is it going هم بگیم درسته یعنی همین جمله رو با چند شکل تکرارن گفت که یعنی همشون درسته یعنی چه خیلی نفرات هم که بگین همشون درسته بسیار شوخ بوده وقتی درست. خب تمرین پنجم میگیریم موافق موضوعی همین روزه مثلا look write questions and answers یعنی نگاه کن سوال ها رو همراه جواب ها نویسین اوکی سوال ها رو همراه جواب ها یا کنه یک تا خودش کار کرده است موافق همین دیگر رو پر میکنیم whose scarf is this یعنی این گردنبند از آن کی است خب it's Zoe's یعنی همین خیل اول سوال میگذاریم بعدا جواب میگذاریم رقم 2 این عینک ها با زبان تاجیکی بگیم این عینک ها از آن کی است این عینک ها از آن یا که اینها از آن برین هستند برین اوکی رقم 2 Ali Khirat, that is my also correct بله درست okay sorry teacher no problem رقم 2 یکم کس هست اینجا 6 نفر بوده است افیل چسبیده باشه چی یک کارکاد است خب رقم 2 whose glasses نه نادرست شد برادرای عزیز نگاه کنید در اینجا هم کلمه سوالی میاد هم اسم اساسی میاد هم ورب تو بی میاد هم جانشین های اشاراتی میاد خب whose glasses is this بله درست شد دلشو تجه درست whose glasses نادرست شکل جمع از در اینجا glasses یعنی عینک است شکل جمع it's brains درست است فقط همون جانشین های اشارتی و فعل های ورب تو بی رو تغییر دهین whose glasses دنیا ورد اول glasses میاد whose glasses خب دیگر شما sunglasses نوشتین باکی ندارد whose glasses بعدن دیگر قسم های جمله میاد they are that's نادرست that's نه brains whose glasses is this brains نادرست دوستان گرامی یک بار دیگه توجه کنیم نگاه کنیم whose scarf is this خب یعنی میگه این گردنبند از آن کی است در اینجا نگاه کنیم در همه جمله های پایان whose میآید یعنی جمله سوالی میاد اینو فراموش نکنیم و نام ها نوشتن نام های هر یک چیز نوشته شده است فقط ورب تو بی تغییر میآید آیا شکل تنها میگیرد یا جمع و جانشین های اشارتی تغییر میآید whose glasses are these بله دلشو تجه سوالتون درست شد whose glasses is this it's brain نادرست بلکسی whose glasses are these they are brains انا ناو درست شد دنیا ورد ناو درست شد علی خیرات whose glass are these they are my نادرست های علی خیرات اینها از برین هستن گفتیم و خواهش میکنیم یعنی کلمه رو پرنویسیم خوب میشه glasses تو که اگر کلمه که در اینجا نوشته نیست دیگران نیز یعنی بفهمن که کلمه ها چخیل نوشته میشه و هم خودمون یک تمرین میشه whose glasses are these they are
may. No. نادرست است. No they may. No نادرست است. علی خیرت. خب در اینجا کی بود جواب داده بودم؟ جواب دنیا ورلد رو نگاه کنید. Whose glasses are these? They are brains. یعنی ما تمرین ما درباره possessive s رفت است. کلمه سوالی whose رفت است و جانشین های اشاراتی رفت است. خب بلکسی whose glasses are these? It's brain. بلکسی سوالتون درسته فقط جواب ندرسته. جواب ندرسته. جواب کی درست دادن؟ دنیا ورلد. میگذاریم به رقم 3. خب کلام نمیدونه از دنیا ورلد نگاه کنه درسته. جواب دنیا ورلد درسته. رقم 3. رقم 3. رقم 3 چه خیلی میاد؟ یعنی با توجیکی بگم که همین سمکه ایکیه. با زبانی توجیکی بگم همین سمکه ایکیه و با زبانی انگلیسی هم را چخیل میگیم و جواب این سمکه از زویه هست. با زبانی انگلیسی چخیل میگیم they are brains. بله دلشو تجه درست شد. they are brains یعنی اونها از برین هستن. یعنی اونها یعنی عینک که دو تا شیشه دارد شکل جمع میگیرد. بلکسی whose bag its bag زویه نادرست است. نادرست است. دنیا ورلد whose bag is this? It's زویه. بله درست است فقط همون اپوستروف بعد از اس نمیآید و پیش از اس میاد. یعنی بعد از ای میاد. یعنی زویس بعد از ای. در کدام حالت در اخیر میآید؟ در حالتی که شکل جمع باشد مثل boys girls. در این حالت ها دلشاد تجه whose bag is this? It's زویس. بله درست. جواب دلشاد تجه درست. جواب دنیا ورلد هم درست فقط اپوستروف پیش اس میآید. تمام. رقم 4. یعنی این چشم ها از آن کی هستند؟ این چشم های کارکی هستند با زبان انگلیسی. علی خیرات whose bag is it? whose bag is it. خب is it هم طوری میگیرد اما در اینجا موضوع ما موضوع اشارتی است. whose bag is this? It is زویس. بله همون ورگوله که در زیر موندگی همون در بالا میاد. اپوستروف در بالا میاد. خب اگر مشکلی کلاویاتور باشد بوکی ندارد. It's زویس. رقم 4. رقم 4 دلشد تجه whose eyes are these? They are corkies. بله درست بهترین. رقم 4 whose eyes are these? They are زویز. فقط همون در جای زویز کارکی میاد. تمام. دنیا ورلد درست میشود. یعنی کارکیز یعنی از آن کارکی اصلا کنی یا کنیم صورتی توتی است. خب رقم 5. رقم 5 این پیراهن از آدم هست. اگر در خاطر داشته باشید در تمرین بلاگی یعنی صورتی کی بود؟ آدم بود. اینجا نگاه کنیم مایکه زرد از آدم هست. خب از آدم. مایکه زرد از آدم هست. خب این مایکه از اون کی هست؟ این مایکه از آدم هست با زبان انگلیسی. دلشاد تجه whose eyes are these? They are corkies. بله درست. دنیا ورلد whose eyes are these? They are زویس. خب اینو خوندیم. لکسی whose eyes are these? They are corkies. They are corkies. بله درست. corkies درست. بلکسی بهترین. خب رقم 5. رقم 5
رقم 5. دنیا ورد whose t-shirt is this? It's Adams. بله درست. Whose t-shirt is this? It's Adams. بله درست. دلشوت ج. Whose t-shirt it's this? درست. It's Adams. درست. سوالتون درسته، جوابتون درسته. علی خیرات. Whose t-shirt? t-shirt shirt. علی خیرات بعد از r یا t میگیرد. Whose t-shirt is this? This is Adams. It's Adams میشود. It's Adams. خب این جواب شیاف. رقم 6. رقم 6 تاجیکی‌ها میخونم. این پایه ها از آن کی هستند؟ این پایه ها از آن دف هستند. این پایه ها از آن دف هستند. Whose t-shirt is this? بله درست. دلشوت ج. Black Sea. Whose t-shirt is this? It's Adams. بله درست. دلشوت ج. Whose legs are these? Whose legs are these? They are Dev's. بله دلشوت ج درست. Whose legs are these? They are Dev's. بله درست. دنیا ورد درست. جوابتون درست. بهترین از این فهمیده میشه که پیشروی هست انشاءالله. Black Sea. Whose legs are these? They are Dev's. بله درست. Black Sea. تشکر زیاد. خب خب تمرین ها را کار کردیم. میگذاریم به تمرین رقم 6. Play a game یعنی بازی کنید. Student A, Student B یعنی دو دانشجو با هم گفتگو میکنن، مکالمه میکنن. Think of an object in the classroom. Ask a question. یعنی میگه درباره یک وظیفه دانشجو یک چی است؟ میگه درباره یک چیز. Object یعنی چیز میشود. Object اصلا با چند معنا میاد. Object یعنی چیز میشود، اشیا، منظور، مقصد، هدف. و در گراماتیک تاجیکی مثلا به معنای پرکننده نیز میاد. پرکننده، مفعول. اگر به زبانی فارسی و عربی مقایسش کنیم یعنی به معنای مفعول هم میاد معنیش. اما در اینجا به معنای چیز هست. چیز یعنی درباره یک چیز. Think of an object in the classroom. درباره یک چیز فکر کن. Think فکر کن. یعنی یک چیزی که در صنف هست. Ask a question یعنی یک سوال کنن، بپرس. مثلا درباره یک چیز فکر میکنیم و بعد استودنت بره سوال میکنه. Look around the classroom یعنی نگاه کن اطراف صنف رو. Find the object and answer the question. بیا همون چیز رو و جواب ده با سوال. مثلا استودنت یکم A میگه Whose bag is gray and red? Whose bag is gray and red یعنی سمکه سرخ و خاکستری از آن کی است؟ سمکه سرخ و خاکستری از آن کی است؟ این را باید کی بیاید؟ استودنت دیگه بیاید. یعنی Mark's bag یعنی از مارک است. و باز دیگرش سوال میکنه Whose shoes are blue یعنی پاتینکه های پایافزال های کبود از آن کی هستند؟ Penny's shoes یعنی از پنی هستند. یعنی Penny's is apostrophe s یعنی چی است؟ اس ملکیت است. یعنی پایافزال های پنی هستند. خوب در اینجا میگیم bag shoes آورد که هر دو را کار کرد. t-shirt hair یعنی مایکه و موی سر. یعنی خب با همین موضوع امروزه که درباره whose یعنی کلمه سوالی whose بود و طرز جواب دادنش it's با همراهی there بود کار کردیم. تمرین ها رو کار کردیم و به انجام رسوندیم. خب در همین موضوع و در موضوع های گذشته این کتاب یکم سوال ها باشد مرحمت میتونین پرسین. اگر نباشد یک چند لحظه یا چند دقیقه صحبت کنیم و بعدا افیره قطع کنیم.
خب ягон суҳбатҳо набошад ва ягон пешниҳод саволҳо набошад. Агар дӯстон иҷозат бутан эфира қатъ кунем. Як чизро мехостам бирасонамтон. Дарси гузашта қувваи телефон худ аз худ яке тамом шуд ва эфир хайри хушнокарда бигем ки қатъ шуд. Бинобар ин аз якояки шумо маъзарат мехоҳем барои қатъ шудани эфир пеш аз он ки хайри хуш кунем. Дилшод эҷе чанд баҳо гирифтем. Дилшод ва Black-Sea бо 11 ҷавоби ҷойи аввал ва Апай Сумайяхон бо 5 ҷавоб ҷойи дуюм. Беҳтарин. Муборак бошад Дилшод Теҷе, Black-Sea, модари Сумайяхон ва дигар касоне ки дар инҷо фаъол буданд, ҷавоб доданд, иштирок доштанд. Ташаккур аз якояки шумо. خب دیگر گفتنی نداشته باشد. خب از کسانی که در اینجا فعال بودن و باهای 5 و 4 گرفتن اگر بخوان کانال هاشون رو معرفی کنیم. اگر بخوان البته. دلشد تجر رحمت معلم جون رحمت اوکی محمد thank you спасибо تشکر لر شکران. خب سلامت باشید دلشد تجر you're welcome пожалуйста риҷои дарем афан. Black-Sea رحمت کلام اوکی محمد. سلامت باشید دلشد برادر. ягон кас инҷо бошанд ки канал дошта бошанд ва агар бихоҳанд каналашонро муаррифӣ кунем як ишора кунанд муаррифӣ мекунем ва ба ҳамин эфира қатъ мекунем. хоб Апай Сумайяхон раҳмат устод хайр ба ҳаматон паноҳтон ба худо. саломат бошед. ташаккури зиёд Апай Сумайяхон барои иштирок карданатон. ташаккур барои дастгиритон. шаби хуш дар амони худо бошед. дилшод таҷи ремерсер данке мерси. рости лавзои кӯтагихта нафаҳмидам. саломат бошед Black-Sea бародар. ному чӣ буд? хоб грасиас аз мана бинед. хоб ҳозир ман канал надорам. канали бародар муҳаммад буд агар хато накунам. канали бародар муҳаммад дунё бор 429 subscribers обуначӣ. яъне машоалло пешрафтаст. чӣ бошад? Сейчас проблемы с подписчиков. خب ҳамаи видеоро тамошо намекунем вақте ки ягон зарар нарасада эфири мо. дирӯз ягон соат мо надодан. баъдан тамошош мекунем. куҷо шуд? хоб али хират sorry teacher I late no problem. ба франсузский олмонӣ ва испаниё беҳтарин. машоалло зебоҷон наметовӣ рафти чӣ? ман ҳамиҷаим апаҷон. хоб ташаккури зиёд аз ҳаматон. Апай Басир Юсамин ва Абдулбасирро салом расонен ва дӯстони гиромӣ ба ҳаматон шаби хубу хуш таманно дорем
و موفق و مؤید و سربلند باشین. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. دنیا وال شبای نغز با همه رحمت که آمدین دستگیری کردین. سلامت باشین و شما نیز شب خوش. بسیر نودیتی چه ساعت را ای کجا میبینین؟ یک بار من چه خیل بینم ساعت ما حاضر نشان میتونم انشاءالله. خب کودکان خوب کرد استمان پجام بسیر کودکان بودن دادش بردکشان بیرون. فهمو بلکسی شب خوش به همه. دلشد درجه شب خوش spokojnej noci, good night, iyi geceler, ilayla saide. Teşekkürler. Dilşod درجه شب خوش با شما نیز. خداوند نگهدارتان باشه. خب اپای بسیر 91 همینجا هستین. اپای بسیر 91 انشالله که همینجا هسته نه؟ با فردا خداحافظ. مایلش خوب دلشد درجه اپای بسیر 91 نگاه کنیم. هم کانالتون وقت در آمدین. تворческий студия با فکر می نویسه به زبانی روسی. خب از من که انگلیسی است یعنی یوتیوب استودیو به همینجا میدروین. خب رحمتی چه وقتونه نمیگیرم شاید دوستم زیبا جان نشوناتم هیچ خیلی که خواهیم مقصد که همین تворческий استودیو میدروین طرف دستی راست اگر با کامپیوتر دروین طرف دستی چپ معذرت طرف دستی چپ خب با انگلیسی اگر دروین مانیتیزیشن با روسی مانیتیزاتسیا می نویسه با فکرم مانیتیزاتسیا. خب همینجا میدروین. خب این همینجا میدروین نشون میتین چند ساعت. خب فهمون شد اپای بسیر 91 اگر فهمون نباشه باید بردگه بدرین یعنی اخی بگردیم یا بردگه یعنی در کامپیوتر باشه در تلفن باشه فرق نداره همون تворческий استودیو میدرین. خب دیگه شما کامپیوتر دارین یا با کامپیوتر دارین آسان تره. تворческий استودیو میدرین بعدا طرف دستی چپ مانیتیزاتسیا میدرین بعدا سینت پایان میکنین اینجا نشون میدین یعنی subscribers یعنی ابوناچی ها подписчиков و public watch hours یعنی ساعتی یعنی به روسی پراسموتر مثلا در اینجا نشون میدین. تمام فهمه شده در پای بسیر منم تل دارم اخی اوکی فهمه باز پاگاه می نویسم فهمیدم یا نه. سلامت باشین. خیلی با تل باشه با دسترخوان زیبا مراجعت نیست شاید با تل فهمونه. خب مایلش خداوند نگهدارتون باشه. موفق و مؤید سربلند باشین. این فیلم قطع میکنیم.